چقدر بچه‌های امروزی رشد کردن. خود من تا 16 سالگی نمیدونستم دخترم یا پسرم. میگفت رفته بودم خونه یکی از فامیل، در کمال حیرت دیدم اون پسر بچه 12 سالش گیتار میزنه، 16 ساله پیانو. گفتم یا للعجب از دوران کودکی خودمون که نهایت هنری که داشتیم این بود که مثلا با زیر بغل صدا در می آوردیم. آقایون مثل که خاطرات زنده شد، درسته؟ یا این که میگم مسابقه آروغ میذاشتیم بعد غذا. اینقدر که الان بچه‌ها تفریح و سرگرمی دارن. ما بچه بودیم تمام آرزو این بود یه دور دستچرختی مادرم بچرخونم، اونم نمیذاش. اون وقت به بچه خواهرم آدانس موزی دادم، میگه نمیخوام دایی. چرا دایی جان؟ تریدنت میخوام. والا ما بچه بودیم لاستیک میجویدیم.